با سلام خدمت دوستای عزیز، خواستم یک کلیپ آموزشی براتون بگیرم. کسایی که پراید دارید، اگه سویچ رو باز کردید و ساعت ماشینتون یا لامپ سقفی ماشینتون کار نکرد، نمیخواد سریع مراجعه کنید به تعمیرگاه. اول اینجا رو یه چکی بکنید. اینجا یه جعبه فیوز از باز میکنید، یه فیوز 10 آمپر اینجا وجود داره. الان اینجا این فیوز این ماشین سوخته، همین فیوز رو در میاریم، یه فیوز 10 آمپر میزنیم جاش. الان دوباره مجددا سویچ رو باز میکنم، میبینی که ساعت کار میکنه. اینو بفرست واسه همه رفیقای پراید.